سلام دوستان، در درس امروز با حرفهای عین و غین آشنا میشیم. حرف عین آوازی حلقی ای را ifade میکند و خاص کلمه های عربی است. یعنی به این معنی که در کلمه هایی که اصلا فارسی هستند حرف عین استفاده نمی شود. حرف عین در علاهیدگی و آخر کلمه چنین شکل دارد. حرف عین در اول کلمه به این شکل است، ببینید، و در مابین کلمه چنین شکل دارد. و حالا این شکل های حرف عین را در کلمه ها، در مثال ها میبینیم. این حرف عین است که در اولی کلمه آمده و در زیرش علامتی زیر یا کسره را گرفته است. میشود ای و این هم حرف لام است، میشود ایل و این هم حرف میم است که آواز می را ifade میکند. همش میشود چی؟ علم. به خاطر همین هم هست که بعضی آدم های کلانسال که تلفظشان درستتر به زبان معیاری ما هست علم میگن، نمیگوین که علم، میگوین که علم، اگر توجه کرده باشید. یا کلمه دیگر را میبینیم اینجا حرف عین باز هم در اول کلمه آمده، با الف پیوست شده، هر دوش میشود آ و این هم حرف لام است که در بالایش علامتی زبر یا فتحه گرفته شده است ل و این هم حرف میم که میشود م، همش میشود چی؟ آلم. و این هم حرف عین است که در پایینش علامت زیر یا کسره گرفته و شده است ای و این هم حرف شین است که آواز ش را ifade میکند و این هم حرف قاف است، همش میشود چی؟ عشق. و این هم حرف میم است، در بالایش علامت پیش یا دمه گرفته شده است مو و این هم حرف عین است که در مابین کلمه آمده و در بالایش علامت زبر یا فتحه گرفته شده ا، یعنی مو ا و این هم حرف لام است و اینجا شما یک علامت رو در بالای حرف لام میبینید که مثل دو دندان پیش است. این علامت را در زبان فارسی، در خط فارسی تشدید میگویند. تشدید یعنی چیزی که به شدت تلفظ می شود. یعنی در الفبای سیریلیک اگر دیده باشید ما معلم رو با 2 تا ل می نویسیم. انا همین علامت تشدید نشان دهنده این است که این حرف یعنی برابر 2 حرف تلفظ می شود اگر این علامت در بالایش بیاید. و لام در پایانش علامت زیر یا کسره گرفته شده است لی و این هم حرف میم است که آواز می را ifade میکند و همش میشه چی؟ معلم. و کلمه دیگر است که اینجا حرف عین در اول آمده و در بالایش علامت زبر یا فتحه گرفته و شده است ا و این هم حرف میم است، در بالایش علامت زبر یا فتحه گرفته میشود ما و این هم حرف لام است که میشود ل، همش چی میشود؟ عمل. و این هم حرف میم است که در بالایش علامت زبر یا فتحه گرفته شده است ما و این هم حرف عین است که در مابین آمده، هر دوش میشود ما و این هم حرف لام با واو پیوست شده که واو اینجا آواز او را ifade کرده شده لو و این هم میم که می را ifade میکند، همش میشود لوم و همش در کل میشود معلوم. و این هم حرف عین است، با الف پیوست شده است آ و شین که در زیرش علامت زیر یا کسره دارد شده است شی و این هم حرف قاف که در آخر آمده شق شده است و همش چی میشود؟ عاشق. و این هم حرف جیم است که در بالایش علامت فتحه یا زبر گرفته و با میم پیوست شده، هر دو شده جمع و این هم عین است که در آخر کلمه
آمده و این رو ما چی تلفظ میکنیم؟ همش جمع. خب همان گونه که میبینید در بعضی این کلمه ها ما حرفی عین را می نویسیم اما حلقی تلفظش نمی کنیم، بلکه بدون حلقی تلفظ میکنیم. مثلا اینجا مثل کسرت تلفظ میشه که مثلا میگوییم ای، یا اینجا مثلا میگوییم نمیگوییم که عمل، ما میگوییم عمل، یا نمیگوییم که علم، میگوییم علم. یا اینجا هم که باشد نمیگوییم که عالم، یا میگوییم که عالم. یعنی در تلفظ گفتگویی ما شدید این رعایت نمیشه، تلفظ حلقی این حرف. و حالا حرفی غین رو میبینیم. حرفی غین به این شکل است، آوازی غیر را افاده میکند. حرفی غین در علاهیدگی و آخری کلمه چنین شکلی نوشته دارد. حرفی غین در اول چنین شکل دارد و در مابین این شکل را دارد. همان گونه که میبینید حرفی غین خیلی مانند به حرفی عین است، تنها با این تفاوت که در بالای حرفی غین یک نقطه وجود دارد. با همین حرفی غین از حرفی عین فرق دارد. و حالا مثال ها را با نوشته های شکل های مختلف حرفی غین میبینیم. این هم حرفی غین است که در اولی کلمه آمده و در بالایش علامتی زبر یا فتحه گرفته شده است، غ. و این هم حرفی میم، هر دوش چی بشود؟ غم. و این هم حرفی غین است که باز در اول آمده، در بالایش علامتی زبر یا فتحه گرفته شده غ. و این هم حرفی ر، هر دوش میشود غر. و این هم حرفی قاف که آواز ق را افاده میکند، همش میشود چی؟ غرق. و این هم حرفی میم است که در بالایش علامتی زبر یا فتحه گرفته شده است ما. و این هم حرفی غین در مابین آمده، هر دو شده است مغ. و این هم حرفی لام با واو که آواز او را افاده کرده پیوست شده است لو. و این هم حرفی ب، لوب می شود و همش می شود چی؟ مغلوب. و این هم حرفی دال است که در بالایش علامتی پیش یا ضمه گرفته شده است دو. و این هم ر. و این هم واو است که آواز او را افاده کرده، هر دو شده است دو رو. و این هم حرفی غین که در آخر آمده است و غیر را افاده کرده است، همش می شود دروغ. و این هم حرفی ب است که در بالایش علامتی زبر یا فتحه گرفته شده است با. و این هم حرفی غین در مابین آمده و در بالایش علامتی زبر یا فتحه افتاده شده است غ. و این هم حرفی لام که ل را افاده میکند، همش میشه چی؟ بغل. و این هم حرفی الیف است که در بالایش علامتی مد آمده است و آوازی آ را افاده کرده است. و این هم حرفی غین است که با الیف پیوست شده غا شده است. و این هم حرفی ز، همش چی میشد؟ آغاز. و این هم حرفی غین است که در بالایش علامتی پیش یا دمه آمده و شده است غو. و با لام پیوست شده است و لام با الیف پیوست شده، همش میشود غلام. و این هم حرفی میم که در آخر آمده و میشود م، همش چی میشود؟ غلام. و این هم حرفی غین در اول آمده و در بالایش علامتی زبر یا فتحه گرفته شده است غ. و این هم حرفی واو که آواز و را افاده کرده شده است غو. و این هم باز هم غین که با الیف پیوست شده است غا و همش میشه چی؟ غوغا. و این هم حرفی میم است که در بالایش علامتی پیش یا دمه گرفته و شده است مو و باره پیوست شده، هر دو شده است مور. و این غین در آخر آمده و این شکلی نوشتش در آخر است، همش میشه چی؟ مرغ. یا کلمه دیگر که این میم است در بالایش علامتی زبر یا فتحه آمده شده است ما. و این هم غین در مابین آمده، هر دو شده مغ. و این هم حرفی ز در آخر، همش میشه چی؟ مغز. و این هم حرفی غین است که در بالایش علامتی پیش یا دمه آمده، هر دو شده است خو. و این هم
حرف ب با الف پیوست شده با، یعنی غوبا، و این هم ر در آخر، همش میشود غبار. و این هم حرف میم است که در بالایش علامت فتحه یا زبر آمده و با شین پیوست شده، هر دوش میشود مش. و این هم حرف غین است که در بین آمده است و با حرف واو پیوست شده و حرف واو او را افاده کرده است، هر دوش میشود غو، یعنی مش غو. و این هم حرف لام که آواز ل را افاده کرده است، همش میشود چی؟ مشغول. خوب دوستان، همین بود مختصر درباره حرفهای عین و غین در الفبای فارسی یا در الفبای نیاکانی ما. تا درس‌های بعدی در پناه خدا و موفق باشید.